این مرد تلاش دارد دختر 14 ساله‌اش را به خواندن و آموختن زبان تشویق کند. در جامعه محافظه‌کار تاجیکستان و به خصوص در ناحیه‌های دوردست نه همه مرد می‌تواند چنین کار را برای دختر خود انجام دهد. حالا عزت‌الله خدایقلوف با دخترش برای گرفتن شناسنامه خارجی مشورت دارد. آمینه 14 ساله نخست فرزند عزت‌الله است. او در صنف 8 لیسه دولتی رقم 1 ناحیه واسه تحصیل می‌کند. پدر برای خواندن دختر همه تلاشش را کرده است. دختر است برای مقصد که زندگیشون پیش بردن سواد در کار برای فرزندهای خودشون هم تربیت کردن با آنها سواد در کار خواندن در کار. روز 26 مارس آمینه خدایقلووا از زبان انگلیسی در آزمون تینیگل آنلاین اشتراک کرده جای اول را گرفته است. حالا او به دوره نهایی المپیاد را خط گرفته قرار است به دانشگاه برنل شهر لندن انگلیس سفر کند. نمیدونم دیگه چی خیلی بود نبود. ای دخترم ده من بسیار خوشحال شدم که کوشش کنم اگر دختری من میگفت که من نمیرم من یگان چی میکردم من کوشش میکردم دخترم روان میکردم. یگان عقب کشی نمیکردم من هیچ کرده. اینجا سیمخانه الهیده آمینه خدایقلووا با همسبقانش است. خوانندگان این سیمخانه هم از زبان انگلیسی می‌آموزند و برای المپیادهای بین المللی آماده می‌شوند. آمینه هم در قطار دیگر همسبقانش درس می‌خواند. او میگوید که با اراده قوی با دستگیری پدر و مادر و استادان با دل پر در این آزمون شرکت کرد. در خانه اصلا پدر و مادرم بیشتر دستگیری میکنن. میگن که شما دختر باید خواند تا در آینده یک شخصی خوب شوید و به جامعه خدمت کنید. همسبقانش از راحت گرفتن آمینه به دانشگاه برنل خوشحالند. آنها با همدیگر کمک میکنند تا در آزمون‌ها غالب آیند. پسران میگویند که آنها بین دختر و پسر در دانش از خودکنی فرقیت نمیگذارند. و آنهایی که با آمینه حسودی میکنند برعکس آنها باید خودشان عوض کرده باز اثر نو با قوای جدی و با قوای نو برخیزند و خود را هم مثل آمینه کنند. دوره نهایی المپیاد که در آن آمینه شرکت میکند از 31 ایول تا 7 آگوست دوام میکند. آمینه آموختن زبان انگلیسی را با تشویق پدر از 9 سالگی شروع کرده است. در یک کنج خانه اتاق درس تیارکنی برای فرزندانش ساخته است. عزت‌الله خدایقلوف خود که دکتری دندان است، دخترش را نصیحت میکند که در جامعه نمونه باشد. نمونه‌ای که به گفته‌اش در جامعه محافظه‌کار تواند دختران را به خواندن دعوت کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.